بچه الان فیلم شالوله هم میگیرم براتون و لایو هم میگیرم، نگاه کنید چه بلایی سر شالوله و چی آوردن. نگاه بچه تصویر ایوری هم نگاه کنید. خب این یکی جنه هم ببینید بچه نگاهش کنید، سیاه سایه جیا رو. بچه لایو فقط شیر کنید قربونتون، اسکرین شات برام بگیرید تک تک تو دستبوس همتون هم فقط برام بفرستیدش. من گوشیم خرابه الان اگه بخوام اسکرین شات بگیرم یهو لایو هم قطع میشه. فقط برام اسکرین شات بگیرید برام بفرستیدش، درد بلاتون به جونم. اینم بچه بزنید استوریاتون و پستش کنید تو پیجتون. نگاه کنید بچه پرواز میکنن، اینا جن طیارن که پرواز میکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این هدیه خدا دادیه، این عظمت لا اله الا الله. نگاهش کنید داره یا امام رضا داره حالتش عوض میشه. به امام رضا نگاهش کنید بچه حالتش داره عوض میشه. یا قمر بنی هاشم، یا ام البنین، یا باب الهوائج، یا عجایب المظاهر. لا اله الا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نگاه حالتش چجوری تغییر میکنه. لا اله الا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا اله الا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبی الله و نعم وکیل. این یکی رو ببینید داخل نیاسی، داخل نیزاره بچه چشاشو ببین رفت قیف شد. یا قمر بنی هاشم قیف شد. خب جان آخه تو نمیدی درکش برات انقدر مهم نیست. خب کسی تا حالا نتونسته به این واضحی و به این عظمت و به این بزرگی از نزدیک جن رو ببینه. تا حالا هر کس دیده چادر دیده سر زن خونه میشه، زن شرافتمنده، سر یه مرد هم نمیشه بشه بگی. اگر مرد دیدی بلا نسبت داشایی که تو لایبن من سیغش میشم. خب اینا نامردن که دارن به توهین مردم. نگاه کن نگاه کن یه چی مثل چوبن داره تکون میخوره روی زمین. نگاه تو باغ چیه تو باغ. نگاه کنید داره تکون میخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خاک پاتم کاوه روشنزاده، دستبوستم داشت درد بلد به جونم. انسان شرافتمند همیشه شرافتمند میمونه داشتی. دستبوستونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر جن و من شر انس. حسبی الله و نعم وکیل فیکم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بچه این یکی جن ببینید نگاه سیاهه. اینو ببینید پشت نوکرتم ابراهیم جان، دستبوستم داداش، نوکرتم کاوه جان، قربونت آبجی نرگس، دستبوستم سید جان، دستبوستم محمد جان، دستبوستم بهمن جان، دستبوستم آبجی جان. چیکار کنم آبجی خوشحالم واقعا. این چیش میگن این عظمت خدا، این نمیدونم چجور تعریفش کنم. باور کنید یعنی واقعا دارم از خوشحالی بال میزنم. الان بچه همین لایو پستش میکنم ببینیدش. خاک پاتم داداشی، دستبوستم، نوکرتم. الله نگهدارت باشه. الله نگهدار تک تک تو باشه. رب العالمین نگهدار تک تک تو باشه. بچه ها من نوکر تک تکتونم. بچه ها این یکی رو ببینید. بچه ها بی زحمت این لایو برام استوریش کنید. بچه ها بی زحمت استوریش کنید. اینا حتما دستبوس تک تکتونم
لطفتون رو جبران میکنم براتون، بهترین تصویرها رو براتون به تصویر میکشم این سری. خب داداش کاوه باور کن هیچ کدومشو تا حالا نتونسته جن رو ببینه، حتی اون مزرف کیه خارجیه روسیه اونم به واضحی نتونسته رو ببینم. باور کن همون اونم بهم درخواست داده، بی خود نیست. بابت لایو چند شب پیشم که جن به واضحی تونستم با تصویر بکشم تو باغ، نه یکی نه دوتا، 1000 تا به بالا. خب بابت همینه که داخل شبکه ها ترکی و خارجی دارن راجع به حرف میزنن. بابت همینه که الان قرار داخل ایران خودمون با مسابقه کنن بابت قدرتی که خدا بهم هدیه داده و این چند ساله میتونم ببینمشون اجنه رو، میتونم باشه ارتباط برقرار کنم، میتونم واضح ببینمشون. بچه‌ها این لایو رو پستش میکنم که الان کسایی که ندیدنش ببیننش. خب فقط درد و بلاتو به جونم، رحمت به اموات تک تکتون، نور به قبر عزیزاتون بچه‌ها، نور به قبر عزیزاتون، نور به روحشون، یعنی دستبوستونم. این پست این فیلمو برام امشب حتما استوریش کنید برام بی زحمت. درد و بلاتو به جونم بزنیدش تو پستاتون، خاک پاتونم، یه دنیا ازتون ممنونم. به تو قول شرافت میدم ای بهترشم اجنه براتون دوباره واضح علنی براتون به تصویر بکشمش. بچه‌ها حیف گوشیم خراب بود نتونستم قبل از این شکار بزرگی که تونستم به تصویر بکشمش امشب، قبلش نیم ساعت قبلش به قرآن محمد بالای 20 تا جن اینجوری به این علنی واضح شده بود که میتونستید راحت ببینیدش. خب نه حیف یه گوشی G7 2016 لامصب من بدبخت بیچاره که نتونستم بازش کنم و هنگ میکنه. اگر میتونستم خدا سرشاده میتونستم راحت به تصویر بکشمش و جنانم، ولی به تو قول شرافت میدم، با آبروم قسم، به عظمت الله قسم، به امیرالمومنین، به باب الهوایج قسم که تمام زندگیم به فدا باب الهوایج و 12 امام باشه. خب جوونیم به نزدشون بشه. تمام امیدم 12 امام و خداست فقط، با بعدش دعای شما مردم هم. با حضور شما مردم. این قلبی بهتون گفتمش. امیرالمومنین برای تک تک تو بیسته، 12 امام برای تک تک تو بیسته، باب الهوایج براتون بیسته. به قمر بنی هاشم یعنی پناه میبرم بهش. خب از ته قلبم میخوام هر آرزویی که دارید برآورده شه، چه خودتون چه عزیزاتون. اشاره به 12 امام از خدا میخوام که این بیماری از شر این مملکت و کل دنیا کنده شه و مردم نفس بکشن. مردم واقعا خستن، بریدن دیگه، نابود شدن مردم. چه عزیزایی از دست دادیم، چه عزیزایی که دوستامون بودن، آشنا بودن، فامیل بودن، از دستشو دادیم. قدر زندگی رو بدونید، قدر عمر رو بدونید، به کسی بدی نکنیم. به قرآن من خودم به مورچه هم بدی نمی کنم. من گذشته بدی داشتم، آدم بدی بودم، آدم شری بودم، آدم دعواکنی بودم، آدم نامردی بودم، بعد زمین و زمان بدی کردم، چوبشو خوردم، تاوانشو دیدم. 1 سال خورده من کما بودم. نوکرتم. اینو سیوش میکنم بچه‌ها. الان دوباره میام بالا، میرم داخل باغ. 1 دقیقه دیگه داخل باغ لایو میگم بچه‌ها. دست بوستونم.